اگه فکر میکنید این سوال فقط جمع کردن شعاع هاست، احتمالاً به جواب اشتباه میرسید. بیایید ببینیم x واقعاً چقدر میشه. شعاع دایره بزرگ 9، شعاع دایره کوچیک 8. پس فاصله مراکز دو دایره چقدر میشه؟ 9 به علاوه 8 مساوی 17. چون دو دایره مماس هستند، فاصله مراکز برابر مجموع شعاع هاست. مرکز دایره بزرگ مختصاتش هستش 9 و 9. مرکز دایره کوچیک مختصاتش هستش x منهای 8 و 17. چرا؟ چون دایره بزرگ مماس بر کف و دیواره چپ هستش، بنابراین مرکزش 9 واحد از هر یک از این دو ضلع فاصله داره. دایره کوچیک مماس بر سقف و دیواره راست هستش، پس مرکزش 8 واحد از راست و 8 واحد از بالا فاصله داره. ارتفاع مستطیل 25. مرکز دایره بزرگ در ارتفاع 9 قرار داره. مرکز دایره کوچیک در ارتفاع 25 منهای 8 قرار داره. ببینید 25 منهای 8 که حاصلش میشه 17. حالا یه قسمت هست پاره خط قرمز رنگ رو محوش میکنیم. خب اون قسمتی که قرمز رنگه طولش میشه 17 منهای 9 یعنی 8. خب پاره خط آبی روی شکل طولش هستش x منهای 8. حالا از این x منهای 8 9 تا برمیداریم، یعنی این فاصله رو برمیداریم. خب قسمت آبی رنگ باقی مانده میشه x منهای 17 از x منهای 8 که اون پاره خط آبی رنگ اولیه بود. 9 تاشو برداشتیم، 9 تاشو سیاه کردیم، پاره خط آبی رنگ باقی مونده شد x منهای 17. خب بیاین روی شکل مراکز دو دایره رو به هم دیگه وصل میکنیم. خب حالا آقا یه سوال، ببینم میتونید جواب بدید. چرا این زاویه 90 درجه است؟ روش یکم فکر کنید. توی کتاب هشتم یه نکته داشتیم که میگفت شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس عمود است. بنابراین زاویه بین این پاره خط آبی و این پاره خط قرمز 90 درجه است. پس مثلث ما یه مثلث قائم الزاویه است که این وترشه، این پاره خط قرمز رنگ یه ضلع زاویه قائمه است، این پاره خط آبی رنگ هم اون یکی ضلع زاویه قائمه است. فاصله مراکز دو دایره رو قبلا به دست آوردیم 17. طول این ضلع زاویه قائمه یعنی این ضلع قرمز رنگ رو هم که به دست آوردیم یا این که میدونیم 8 هستش. خب خدمت شما عرض کنم که با استفاده از رابطه فیثاغورس الان میخوایم طول این ضلع زاویه قائمه یعنی این ضلع آبی رنگ رو به دست بیاریم. پس رابطه فیثاغورس رو برای این مثلث قائم الزاویه تشکیل میدیم. خواهیم داشت پرانتز x منهای 17 به توان 2 به اضافه 8 به توان 2 مساوی است با 17 به توان 2. حالا این معادله رو حل میکنیم تا ببینیم x چی به دست میاد. حالا بریم رابطه فیثاغورس رو حلش کنیم. رابطه فیثاغورسمون این بود. خب 8 به توان 2 میشه 64، 17 به توان 2 میشه 289. بنابراین خواهیم داشت 289 منهای 64 حاصلش میشه 225. بنابراین خواهیم داشت. حالا میگیم که x منهای 17 چه عددیه که وقتی به توان 2 میرسه حاصل میشه 225. x منهای 17 هم میتونه مثبت 15 باشه هم میتونه منفی 15 باشه. حالا دقت کنید
x منهای 17 این پاره خط آبی رنگ بود. خب طول یه دونه پاره خط نمیتونه یه عدد منفی باشه، بنابراین این منفی 15 رد میشه. پس خواهیم داشت x منهای 17 مساوی 15. خب حالا اگه این معادله رو حلش کنیم x به دست میاد 32. به نظر من راز این سوال 2 تا نکته بود. یکی این که به جای کار کردن با دایره ها مراکز دایره ها رو به هم وصل کنیم و فیثاغورس رو ببینیم، و یکی هم این نکته بود، نکته ای که در داخل کتاب 8 وجود داره. این نکته شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس عمود است که با استفاده از این نکته ما متوجه شدیم که مثلثمون مثلث قائم الزاویه است. اگه این مدل سوالای هوش و مدارس خاص رو دوست داری کانال رو دنبال کن، فالو کن، سابسکرایب کن. هر هفته چند سوال جذاب ریاضی و فیزیک انشالله حل میکنیم. همچنین کامنت ها و لایک هاتون برای من بسیار 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 ارزشمنده و بسیار خوشحال میشم.